به نظر من توی زندگی 2 تا بخش بیشتر وجود نداره. یک، اتفاقات و رویدادهایی که پیش میاد و ما هیچ نقشی توش نداریم، و قسمت دوم تصمیمات و واکنش‌های ما به اون رویدادها و اتفاقاته. حالا جالب اینجاست که 10% این اتفاقات و رویدادها در کنترل ما نیست، اما 90% که توی زندگیمون روی این سیاره تجربه میکنیم وابسته است به تصمیمات و احساسات و واکنش‌های ما بعد از این اتفاقاتی که در کنترلمون نبوده. پس اگر یاد بگیریم که مهارت‌های چالش پذیریمون رو ببریم بالا، اگر یاد بگیریم که مهارت‌های حل مسئله‌مون رو ببریم بالا و خود کنترلی خودمون رو تقویت بکنیم، یه زندگی فوق‌العاده رو میتونیم تجربه بکنیم. و فراموش نکن یکی از اون اتفاقات که در کنترل من و تو نبوده به دنیا اومدنمونه. حالا بعد از اون داریم چی کار میکنیم و قراره چجوری زندگی کنیم.